سلام و درود خدمت دوستان عزیزم در پلتفرم یوتیوب تلگرام و روبیکا. شروع میکنیم کلش این دب ایتالی را با نام و ذکر خدا. مسابقه اول که همیشه آندستریودت بوده ده گانتر و کابوس آمریکایی کودی رودز. حتما چنل ما در یوتیوب و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. اینجا سر و گردن همون میگیرن که گانتر برتر ازش با چاپ جواب کودی رو میخواد بده و حالا چاپ های ویدیو مینه و حالا از این و گونتر میخواد انجام ده فینیشرشو که اما کودی نمیذاره و پانچای پر در پی رو به گونتر میزنه و فینیشر خودشو انجام میده. پنگری که میزنه و پین میکنه اما گانتر کیک اوت میکنه و حالا باید نسخه ویدیویی رو تماشا میکنید و حالا کاور اینجا گونتر اما کودی روز اجازه رو نمیده و کیک اوت میکنه. حالا از این سمت میره برای پنگری و کلاسوس که انجام هم میده کودی روز اما گونتر کیک اوت میکنه برای بار دوم. حالا گونتر فینیشر اصلی خودش انجام میده، استیپر هولد انجام میشه اما کودی گونتر رو بلند میکنه اما دوباره با گونتر با ضربه های پانچ نمیذاره. میره برای کاور که کودی خودش خلاص کنه و خوش میرسه به ترینگ و پاشو میذاره روی تناب رینگ. حالا پانچ های پدرپای هر دو کشتیگیر که این دفعه کلوزه اینو میزنه و نمیذاره گونتر که کودی زیاد حرکات های انجام میده و حالا از این سمت کودی رودز فینیشر اصلیه گونتر انجام میده و این ور کودی کاتر انجام میده و جواب کلوز لاین رو میده و قهرمان کمربند آن دستیورد مردان میمونه. اینجا پای گونتر بود اما با اشتباه داور و توی شماره 3 اومد بالا و با اشتباه داور گونتر باخت و گونتر اعتراضی به داور هم داشت اما باز هم کودی رودز برنده این مسابقه شد. میتونستیم ادامه مسابقه رو مثلا داور انجام بده یا میتونستن یه چیز دیگه بشه اما کودی رودز باز هم یه مسابقه خیلی بد بود و اما کودی رودز باز هم کمربند آن رسیدن مردان رو در اختیار داره و قهرمان موند. بریم سراغ مسابقه دوم، مسابقه سر کمربند زنانه آندستریودت بین جت کارگی و ریا ریپلی. نسخه ویدیویی رو تماشا میکنید. حالا سیلی که جت کارگیر به ریا میزنه و این میاد حرکت خفن انجام بده که سیلی ریا این دفعه با گیگ بود میندازه جت کارگیر رو بیرون و اینجا میان داخل و حالا پرشه ریا ریپلی. مسابقه خیلی خفن بود و مسابقه هیجانی بود، مثلا حرکات های خفن و پینک کردن اینجا شیکات میکنه یا خیلی چیز خفنی داشت که واقعا چیز خوبی بود و اینم یکی از مسابقه های خفن بود که حداقل یعنی مسابقه اول گونتر کودی 2 ستاره است از نظر بنده و مسابقه جت کارگی رو با ریا ریپلی از نظر من 3 ستاره. چرا؟ چون خیلی خفن تر از گونتر رو با کودی بود و حالا شاید بعضیا طرفدار زنانه باشن مردم باشن حالا کودی رو دوستش دارن. نصف مملکت ایران کودی رو دوست دارن. کودی هم میدونه که ایرانی ها دوستش دارن، به خاطر همون دیگه شاید اونا رو دوستش داشتن. ولی این مسابقه خیلی خفن تر بود تا مسابقه نسخه ویدیو رو ببینید، مسابقه مثلا گونتر و کودی. ولی از نظر من گونتر و کودی 2 ستاره و ریا و جت کارگیر 3 ستاره و خیلی خفن تر انجام شدش. اینجا پین میکنه ریا که کیک اوت میکنه و اینجا میره برای فینیشر جت کارگیر که ریا نمیذاره انجامش بده و از این ور جت کارگیر فینیشر دوم خودش رو وارد میکنه و فینیشر اصلی همینجوری وارد میکنه و میره برای پین که نه ریا ریپلی نمیذاره که
پین بشه و قهرمانی رو از دست بده. و حالا یه از این سوپلکس از بالای رینگ و حالا پین که کیکوت میشه و این دو نفر اسمشون یادم رفته، این دو نفر میان و یه گیک بوت از جت کارگی و فینیشرش هم انجام نمیتونه بده و حالا به سبک ایو اسکای جا خالی میده و انجام میده و حالا فینیشر هم این دفعه حالا مثلا میگن که اینا پای جت کارگی گذاشتن روی تناب، ولی خود جت کارگی پاشو گذاشت روی تناب. حالا از این وقت دخالت نداره، اما ریا اینا رو ولشون نمیکنه و از اون ور شارلوت فیلر میپره روی این دو نفر و لهشون میکنه. نسخه ویدیویی رو تماشا میکنید و از این حالا میاد داخل ریا و یه گیک بوت سنگین و فینیشر هم میخوره و حالا از این سمت شارلوت فیلر پای ریا ریپلی رو میذاره روی تناب و حالا گیک بوت و از این سمت فینیشر خودش رو وارد میکنه ریا و برنده باقی میمونه، یعنی صاحب باز هم کمربندش رو نمیبازه و از تایتلش محافظت میکنه. ریا ریپلی نسخه ویدیویی رو ببینید و حالا میپردازیم به مسابقه خیلی خفن و ریمچ رسلمنیا بین براک لزنر و اوبافمی که نمیذاره براک لزنر و اوبافمی آماده بشه و همون در لحظه حمله میکنه و 4 تا، یعنی یه دونه نه 4 تا F5 رو به اوبافمی وارد میکنه و پین میکنه که اوبافمی کیک اوت میکنه. پال هیمن بهش دستور میده که بره برای اذیت کردن اوبافمی که اوبافمی بلند میکنه براک لزنر و میکوبونتش به ته رینگ. حالا از این سمت میره برای چوکسلم که براک لزنر جا خالی میده و به F5 تبدیلش میکنه، همون کیکوت میکنه، اما باز هم اوبافمی به همین زودی تسلیم نشد. حالا برای چوکسلم انجام هم داد، حالا پین، اما نه انجام نشد و حالا میرن بیرون رینگ. اینجا اوبافمی رو میکوبونه به ته رینگ که بدل میکنه اوبافمی و براک لزنر میخوره به ته رینگ و حالا از این حرکت خفن از براک لزنر دیدیم که F5 رو به میز گذاشت کردن. اینا نسخه ویدیوشو ببینید، زدش و میخواست برنده بشه با شماره 10 که برسه، اما شماره 6 اوبافمی بلند میشه و مثل آندرتیکر انگار شماره 9 میاد به داخل رینگ و پشمایه براک لزنر میریزه و حالا مثل پرکا براک لزنر رو بلند میکنه. نسخه ویدیو رو ببینید، پرت میکنه و حالا از این ور بدل میکنه براک لزنر و F5 رو انجام میده. F5 و پین 1 2 3 و تمام. براک لزنر برنده این مسابقه میشه و 1-1 شدن هر دو نفر. احتمالا که حتما یک مسابقه دیگه شاید تو نایت آف چمپیونز، شاید توی سامر اسلم خواهیم دید بین این دو مسابقه رو 1 to 1 میبینیم. و حالا بپردازیم به کمپانی AAA که مسابقه اوبافمی اورجینال و اوبافمی بود که ببخشید دوها بود اورجینال، با این که فهمیدیم اورجینال چیت گیبل بوده و گرند امریکانه اصلی رو میبینید. و بپردازیم به مسابقه اینترکانتیننتال زنان بین سوروکا و بکی لینچ که از همون اول بکی لینچ با داور درگیریایی دار. حالا نمیدونیم سر چی که میره حواس سوروکا رو پرت کنه، اما سوروکا حواسش جمعه و نمیذاره که بکی لینچ بهش چی داره میده و این و پرش سوروکا رو دیدین که اینجا میاد داخل رینگ و پین میکنه، اما بکی لینچ کیکاوت میکنه و از این ور پرشش رو از بالا رینگ انجام میده. حالا از این ور سوپلکس سوروکا و اینم بیگ بوت. حالا از این ور میره برای فینیشه که انجام داد، حالا پین، اما نه میاد به پایی که بکی لینچ میره بیرون و دوباره میبینه که دوباره میاد داخل رینگ و سوروکا بیگ بوت رو میزنه و میپره روی بکی لینچ که بکی لینچ بدل میکنه و فینیشر اصلیه فینیشر خودش انجام میده و این سمت هم سوروکا فینیشر خودش انجام میده
که میاد ترینگ و داور میپره بیرون. حالا بکیلینچ کاور میکنه چون داور دیر اومده. سولوکا کیکوت میکنه و باز هم بکیلینچ با داور درگیری رو داره که فینیشرهای خودش رو انجام میده بکیلینچ. و حالا میریم پردازیم به فینیشرهای سولوکا و نسخه ویدیویشو ببینیم. و حالا پین 1 2 3 اما نه کیکوت میکنه بکیلینچ. و حالا از بالای طناب میخواد به پر سولوکا که انجامش هم میده. ببینیم نسخه ویدیوش اینجا. ببخشید انجام نمیشه، راستی حواسم نبود و میافته. حالا اگه پسر بود دردش رو بیشتر میفهمیدید دیگه. حالا از این سولوکا فینیشرش سوپر کیک رو میزنه و این و چوکسلم میخوره از بکیلینچ. و از این سولوکا نسخه ویدیوش رو میبینید پین اما نه باز هم نه. حالا از این ور میره بالا بکیلینچ برای انجام پرش که از این ور سولوکا فینیشر خودشو انجام میده چوکسلم رو. و حالا پین 1 2 3 اما نه بدل میکنه و بکیلینچ بدل میکنه. و حالا بپردازیم و حالا سولوکا از این ور بدل میکنه فینیشر انجام میده و تمام میکنه این مسابقه رو. و صاحب تایتل جدیده اینترکانتینال چمپ زنان کسی نیست جز سولوکا. قبل از که مسابقه اصلی ببینیم ما چنل فوتبال هم داریم و جام جهانی پوشش میده. حتی تا چنل تیم ساکر و اسپورتیفان بشید که اصلی چنل هم نسخه ویدیویی. و مسابقات کینگ آف درینگ هم که شروع شده. عجیبش اینه که لیو مورگان کسی که صاحب کمربند هستش هم حضور داره. خیلی عجیبه. و حالا بریم سراغ مسابقه اصلی یعنی یوسف و یعقوب و رئیس قبیله رومن رینز. نشمون اولش گذاشته گفت رئیس قبیله هم اونجا سوتی دارن که برنده مسابقه رومن رینز. یک کلاسون از رومن رینز میکنه جیکوب فاتو رو به ته رینگ. از این ور جیکوب فاتو میگیره رومن رینز رو دوباره از ناحیه گردن و از این ور میاد بپره. حالا میاد سمت گزارشگران که از این ور یخو میکنه رومن رینز به جیکوب فاتو. از این ور میزو میخواد بیاره رومن رینز که یعقوب رومن رینز رو میکنه به میز پلکانای فلزی. حالا من پلکان میکنه رومن رینز به نسخه ویدیوش میبینه جیکوب فاتو یا همون یعقوب که از این فینیشه خوش انجام میده و از سر یعقوب میخوره به ترینگ. و حالا چاپ های رومن رینز و از این وقت سوپر میره برای سوپرمن پانچ. جیکوب یا همون یعقوب اجازه نمیده و از این سمت حالا این دفعه رومن رینز سوپرمن پانچ رو وارد بکنه و از این وقت سوپر کیک جیکوب فاتو دوباره میره گردن رومن رینز رو میگیره. ببینیم میخوان چی کار بکنن. از این ور رومن رینز رو میندازه بیرون از رینگ. ببینیم چه خواهد شد. از این ور میاد و سوپر کیک رو وارد میکنه رومن رینز. حالا جعب ابزار میاره که به دست جیکوب بزنه تا گردنش نگیره و آسیب ببینه که همین کارم میکنه و میان داخل رینگ. میره برای اسپیر که نه ترینگ جیکوب فاتو گیرش میندازه رومن رینز یعنی یعقوب گیرش میندازه رومن رینز و حالا این دفعه بیرون رینگ سوپرمن پانچ از طرف رومن رینز انجام. اسپیری که وارد شد و از اون سمت دوتا از این محافظا بودن که ریده شد بهشون دیگه نابود شدن از سمت چپی. و از این وقت اسپیر رو پین که جیکوب یعقوب دوباره تسلیم نمیشه و اینجا رومن رینز میگه که من به تنهایی میبرم و همه رو میزنم چون خیلی دوستشون دارم. و حالا از این وقت کنار گوشه رینگو میکنه رومن رینز و حالا جیکوب دوباره جلو رومن رینز میگیره اما چون دستش مسئول نمیتونه. و حالا از این وقت سوپرمن پانچه رومن رینز به یعقوب و حالا میره برای اسپیر که از این سمت یعقوب به رومن رینز اسپیر میزنه و پین میکنه اما نه. حالا میره برای پرش که رومن رینز بدل میکنه
و حالا از این سمت جیکوب یعقوب هستش و پین میکنه، اما نه، رومان رینز یه جوری میزنه که حالا ناحیه بچه جیکوب میزنه که جیکوب میزنه مصدوم میشه و حالا دوباره گردن رومان رینز رو میگیره که هیچ تأثیری نداره، میکنه رومان رینز یعقوب رو به ترینگ و حالا از این سمت اسپیر تو میز و از این سولو بلند یعقوب بلند میشه و پشمان رومان رینز میریزه و پین دوباره اسپیر رو پین میکنه و رومان رینز باز هم از نگهداری کمربندش خوب میتونه نگه داره، صاحب تایتل سنگین وزن باقی میمونه. و از این ور یه مسابقه خیلی خفن دیدم، من 4 ستاره رو بهش میدم و خیلی عالی بود. مسابقه براک لزنر من 3.5 رو بهش میدم و حتما عضو چنل یوتیوب و تلگرام با روبیکای ما بشید و حتما عضو چنل توی فوتبالمون تیم ساکر و اسپورتیفان هم بشید که و گیممون علی نامه هم بشید که از هیچ چیزی عقب نمونید. از این سمت گردن و فیمی نقطه مجبور سولو تالا تانگو با چیزا دیدیم که این 2 نفرم تانگالوا و جی سی فکر کنم بود، اینا اخراج شدن که نیستن و از این سمت میان برن و تو شو رفت میبینیم که یعقوب یا همون جیکوب فاتو میخواد تصدیق کنه رومان رینز رو. اینم بود از این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه، خیلی ستون داریم، علی هستیم، خدا نگهدار.